طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس مشکل و غمی از مشکل‌ها و غم‌های دنیا را از مؤمن برطرف کند، خداوند مشکل و غمی از مشکل‌ها و غم‌های قیامت را از او برطرف می‌کند. و هر کس با قرضدار تنگ دست آسانگیری کند، خداوند در دنیا و آخرت با او آسانگیری می کند. و کسی که عیب و خطاهای مسلمان را بپوشاند، خداوند در دنیا و آخرت عیبها و گناهان او را می پوشاند. خداوند یار و مددگار بنده است تا وقتی که بنده یار و مددگار برادر مسلمان خود باشد. و هر کس راه را برای جستجوی علم در پیش بگیرد، خداوند با آن راه به سوی بهشت برای او هموار می نماید. و هرگاه عده در یکی از خانه های خدا، یعنی در مسجدها جمع شوند که کتاب خدا را تلاوت کنند و به همدیگر آن را تعلیم دهند، آرامیش بر آنها وارد می شود و رحمت خدا آنها را فرا می گیرد و ملائکه به دور آنها حلقه می زنند و خداوند آنها را در نزد کسانی که پیش او هستند یاد می کند. و کسی که عمل خیرش نتواند به او کمک کند، یعنی عمل نداشته باشد یا عملش خالصانه و مقبول نباشد، نسب او یعنی بابا و اجداد او هیچ فایده برای او ندارد و به دادش نمی رسد. روایت مسلم. لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب فأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں انس چہرہ ہے نخے خندہ جبی کوئی ابھی تک جن سکینہ اور دے انسا ہنسی کوئی نہیں